سلام دوستان، امروز میخوایم تفاوت برند ارگانیک رو با برندهای شیمیایی معروف توی بازار تست بزنیم. مام فور ایور فاقد نمک آلومینیوم هست. ژل حجیم شده و غنی شده آلوورا باربادنسیس میلر از گونه 1000 درمان آلوورا هست که فاقد الکل هستش. حالا تستمون رو انجام بدیم. ببینید هیچ گونه الکل و مواد مضری نداره. دوستان این مام رو برای کسانی که کیست سینه دارن در صورت استفاده مداوم به دور سینه اگر این مام رو بمالن، به خاطر اینکه محصولات درمانی هستن، باعث بهبود کیست سینه میشه و قدرت تعریق شما رو تنظیم میکنه. مام های شیمیایی، اسپری ها و هر گونه مام قدرت تعریق شما رو از بین میبره، ولی سمزدایی از طریق تعریق، ادرار و مدفوع انجام میشه و این مام میاد قدرت تعریق شما رو تنظیم میکنه.